اگر قصد مهاجرت به یک کشور را دارید، نکات مهمی که باید در نظر بگیرید شامل موارد زیر می‌شوند: ویزا و الزامات قانونی. سیاست‌های ویزا و الزامات قانونی کشور مقصد را به دقت بررسی کنید. درباره مجوز اقامت، مجوز کار و مدارک مورد نیاز برای اقامت طولانی مدت اطلاعات کسب کنید. انواع ویزا، دانشجویی، کاری، سرمایه‌گذاری و غیره و فرآیندهای درخواست آنها را بررسی کنید. هزینه زندگی، هزینه مسکن، غذا، حمل و نقل، خدمات بهداشتی و سایر مخارج روزمره را ارزیابی کنید. برای حفظ استاندارد زندگی خود، هزینه‌های ماهانه خود را بررسی کنید. وضعیت اقتصادی کشور و فرصت‌های شغلی را مورد بررسی قرار دهید. مهارت زبانی، یادگیری یا حداقل تسلط پایه به زبان رسمی کشور مقصد می‌تواند فرایند سازگاری را آسان‌تر کند. مهارت در زبان، شانس پیدا کردن کار و کاهش مشکلات روزمره را افزایش می‌دهد. سازگاری فرهنگی، درباره فرهنگ، سبک زندگی و هنجاره اجتماعی کشور مقصد اطلاعات کسب کنید. توانایی سازگاری با درک‌های فرهنگی متفاوت و ایجاد روابط خوب با مردم محلی، کیفیت زندگی شما را افزایش می‌دهد. فرصت‌های شغلی، بازار کار و نیازمندی‌های بخش‌های مختلف در کشور مقصد را بررسی کنید. شانس پیدا کردن کار در رشته یا تخصص خود را ارزیابی کنید. از شرایط کار و سطح حقوق در کشور مقصد اطلاعات کسب کنید. فرصت‌های آموزشی، اگر فرزندی دارید یا قصد ادامه تحصیل دارید، سیستم آموزشی کشور مقصد را مطالعه کنید. گزینه‌هایی مانند دانشگاه‌ها، مدارس حرفه‌ای یا دوره‌های زبان را بررسی کنید. خدمات بهداشتی، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در کشور مقصد را مورد بررسی قرار دهید. آشنایی با سیستم بیمه سلامت و خدمات پزشکی در آن کشور اهمیت زیادی دارد. مالیات و امنیت اجتماعی، قوانین مالیاتی و سیستم تأمین اجتماعی کشور مقصد را بررسی کنید. درباره نرخ مالیات‌ها، مزایای اجتماعی و شرایط بازنشستگی اطلاعات کسب کنید. امنیت و وضعیت سیاسی، وضعیت امنیتی، ثبات سیاسی و سیستم قضایی کشور مقصد را مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که کشور مقصد مکانی امن برای زندگی است. پذیرش اجتماعی، رویکرد جامعه به مهاجران و نگاه مردم به خارجی‌ها، نقش مهمی در سازگاری شما با کشور جدید دارد. مطالعه سیاست‌های مهاجرتی کشور مقصد می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. با در نظر گرفتن این عوامل، تصمیم‌گیری بهتر و مهاجرتی برنامه‌ریزی شده خواهید داشت. برای بهره‌مندی از این گونه محتوای مفید و افزودن ارزش به زندگیتان کانال ما را دنبال کنید. ما همیشه با ویدیوهای جدید در کنار شما هستیم. پس عضو شوید تا با هم رشد کنیم.